درود بر شما دوستان، وقتتون بخیر باشه. واسه بچه‌ای که رفقایی که بلد نیستن وارد سایت چت جی پی تی بشن، اینجا حالا یکی از دوستان امروز پرسید، گفتم خب بذار یک ویدیو ضبط کنیم، حالا بچه‌ای که میخوان اولین بار استفاده کنن بدونن چیکار کنن. یه یوزرنیم پسورد به شما میدیم. این یوزرنیم پسورد شما دیگه نمیتونید واردش بشید، حالا بگید ای ولی یوزر پسورد پیدا کردم، این مخصوص افراد خودشه. خب و بعد از این مدت کلا از بین میره، دیگه تمدید نمیشه. شما وارد سایت چت جی پی تی میشید که لینکش رو پایین براتون میذارم. این قسمت لاگ این رو میزنید. باید حتما با فیلتر شکن آی پی ثابت باشه. بچه‌ها نگاه کنید، ایالت دالاس ایالات متحده و ویتوره و این داستانا اصلا جواب نمیده روی چت جی پی تی. اکانتت بسته شد، گله نکن، چون ما توی سایتمون هم نوشتیم که آقا شما حتما باید از فیلتر شکن آی پی ثابت استفاده کنید. اگه ندارید تهیه کنید، چون ایران تحریمه. بچه ما به شما یه یوزر نیم دادیم، اینجا واردش میکنید، کانتینیو رو میزنید. خب اینجا باز میاد بررسی میکنه. تازه این با فیلتر شکن آی پی ثابته که وضعیت اینه بچه ها. خب میگه آقا پسورد تو به من بده. این پسورد هم اینجا کپی میکنیم، اینجا میندازیم، باز روی کانتینیو میزنیم. اگر وارد اکانت شد، خب هیچ، وارد شده و اینجوری شما میتونید ازش استفاده کنید. اگر وارد نشد، اینجا یه سایت براتون زدیم. این سایت مثلا این وارد شد، کد نخواست. اینجا حالا من از این اکانت خارج میشم، چون که نباید استفاده کنم. این اکانت مال یه نفره، این اکانت اشتراکی مال 3-4 نفر. اینجا بچه این سایت میل دات تی اینجا نوشته لاگ این. خب اینجا یه ایمیل میخواد با یه پسورد. ما اینجا به شما یک ایمیل دادیم، نگاه کن، ایمیل با یه پسورد. اگه مرحله قبل وارد شدی، اینجا دیگه نیاز نیست. این واسه کساییه که نتونستن وارد شدن و میگه کد بهمون بده. اینجا میزنی رو گزینه لاگین. آها، اینجا بچه ها یه ایمیل به شما میده. به این قسمت هم به شما میگه آقا من یه کد به ایمیلت ارسال میکنم، کد اینجا برات میاد. ببین دیگه، پس ما میریم کنار. اینجا مثلا 18 ژوئن یه همچین کدی برات میاد، اینو کپی میکنی، اینجا وارد میکنی، وارد میشی و استفاده میکنی. دیگه خروج هم نیاز نیست بزنی. خیلی خوب، موفق باشید دوستان.